میهن یک قطع خاک نیست، خاک هر جا هست. میهن آن میهنی که لایق دلبستگی باشد ترکیب می شود از فضای فکری یک دست آدم شایسته. شایستگی هم از فهم می آید، نه از اطاعت بی گفتگوی هر دستور، حتی اگر دستور از روی فهم و دقت و انصاف هم باشد.